بنابراین یک قاعده اصولی هم هست که علما رحمت الله علیه گفتن که الکلام علی الوسائل مقدم علی الکلام علی المقاصد. سخن کردن در وسیله ها مقدم است نسبت سخن کردن در مقصد ها. مثلا مقصد شما باید نماز رو در جماعت در مسجد گذارید. وسیله چی هست؟ وسیله بعض علما رحمت الله علیه آداب المشی الی الصلاه گفته کتاب نوشتن، آداب راه گشتن به سوی نماز. پیش از آن که شما به مسجد روید شما باید آداب راه روی به نماز تعلیم گیرید. این وسیله هست. الوسائل لها احکام المقاصد. قاعده دیگر وسیله ها حکم مقصد ها را دارد. مثلا نماز جماعت اگر در نزد جمهور علما واجب است، اگر ما نماز جماعت را واجب گوییم، وسیله نماز جماعت یعنی راه رفتن به نماز جماعت واجب است. یعنی نماز جماعت که ثواب واجبیت یا فرضیت را میگیرد، همین گونه راه روی شما هم حکم نماز را میگیرد. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. هر کاری که واجب بدون آن تمام نمیشه اونم واجب است. راه رفتن به نماز حکم نماز جماعت را میگیرد. نماز جماعت مادامی که واجب است، راه گشتن هم حکمش واجب است. بنابراین هر یک قدم شما اجر نوشته می شود و گناه محو کرده میشه به سبب هر یک قدمی که میگذارید و میبردارید به نماز جماعت. حکمی مقصد را میگیرد. این مقصد شما وقتی که از تعلیم گرفتن زبان عربی، فهم قرآن سخن الله تعالی است، فهم سنت فعل و رفتار و گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، شما از آن زبان عربی هم تعلیمش واجب می شود. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند تعلیم گرفتن زبان عربی واجب است برای مسلمان. میگن برای چی؟ برای آنکه فهمیدن سخن الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب است. مادامی که سخن الله و رسولش واجب باشد و سخن الله و رسول که به زبان عربی نازل شده است، پس تعلیم گرفتن زبان عربی هم واجب است. گفتند و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. و هر کاری که واجب بدون آن تمام نمیشه اونم واجب است. گفتند بنابراین علما پیش از آن که درباره کتاب طهارت سخن کنند، کتاب نماز سخن کنند، اول درباره طهارت گپ میزنند. برای آنکه بدون طهارت نماز حساب نمیشه.